سلام خدمت دوستان عزیز و دوست داشتنی خودم. امیدوار هستم که در هر جای دنیا باشین جور و صحتمند و سرحال باشین. گلزار ویار هستم از چینل ویار مدیا. این بار بازم یک ریاکت خیلی خوب، جذاب، دیدنی، پر احساس براتون دارم. خود دوستان عزیز امروز میخوایم باز هم به ویدیوی مستر بیست ریاکت بزنیم. گیم های خیلی عالی میمونه. مستر بیست خودتان میفهمین که او دیگه بیرقدار سابسکرایبر یوتیوب در دنیا هستک. خیلی داره، یعنی بالای 400 میلیون، فکر میکنم 470 میلیون یا 500 میلیون تا حالا شده باشه سابسکرایبر داره. خیلی بیننده داره، خیلی گیم های خوب میمونه، خیلی مصرف میکنه. این بار رفته در یک فروشگاه یک مثلثی را میکشه، یک مثلث خط سرخ. نفر میگه هر چقدر که میتونی در این مثلث از این اجناس از این فروشگاه رو به جای بده. در موتر فروشی میره، در سوپرمارکت میره، اما محوطه رو برشان میمونه. یک نفر رندوم انتخاب میکنه، میگه لالا هر چقدر که میتونی اینجا وسایل داخل این مثلث بیچی، که هر چقدر تونستی بیچینی کلش از تو. کوچکترین ضربه به او خط سرخ بخوره باختی، کل چیزا ازت میگیره. خدا کنه که 1 میلیون دلار میچینی، 10,000 دلار میچینی، هر چقدر که میتونی در اون مثلث سر به سر، اما تا بالای تا چت جای داری که او را جای به جای بکنی. خب دوستان عزیز زیاد صحبت نمیکنیم، میریم به طرف ویدیو. خب تا حالا کسایی که سابسکرایب نکردن دوستان عزیز یک سابسکرایب مقبول به من تحفه بدین، یک لایک مقبول، کامنت هم هر چی خوش داشتین فقط انگلیسی نوشته کنین. خب دوستان عزیز زیاد صحبت نمیکنیم، به طرف میریم به طرف ویدیو. لیتس گو. این حالی چاقنبه گیر کرده، میگه بیاد هر چی دوست داری در اینجا جای بده. میگه مثلث زیاد کلان نمونده. اوه اگر دکه در خط سرخ میخورد خلاص بود دیگه، کلا باخته بود. حتی نفرای خود مستر بیست هم به این داره چیز میکنه، مشاوره میده. اوه تلویزیون 82 اینچ، یعنی ازش خطا بخوره یا بفته هر رقم در او خط تاچ بکنه خلاص است. بالا میتونه استاد کنه ولی به خط تاچ نکنه. یک میز خوبی در اینجا چینده. نگه میپون که آخرش میبازی. اوه چی طبقه میسازه اینجا. 85 اینجا مونم گشت، مثل خر داره کیف میکنه. These boxes are starting to bow. Something's bound to go wrong, man. I think we're good right here. Okay. Never in a million years when I laid down this triangle. واقعا عجب، خلاقانه جای داده. 23,000 دلار جنس دایی جای داد و پیسه رو برش داد. Which is only a fraction of what other people later in this video want. It gets crazy. This is a parking lot. اوه در پارکینگ مثلث مانده. فکر میکنه که موتر چیزا رو میخواد داخلش مونه. And this triangle I'll pay for. Follow me. I'm pretty sure you can fit this entire Sam's Club in that triangle if you wanted. I'm gonna try. The reason why Darren has such a big triangle outside is he actually runs my food pantry. این نفره که هست این مدیر بخش خیریه مستر بیست است خب، و به خاطر از این اونمو قدر یک مثلث خیلی کلان برش ماندن خب، که هر چی از این فروشگاه میتونه در اونجا بیچینه. دیگه نمیفهم که ساختک و باختک از کدام گپ است، چون این مدیر خیریه خود مستر بیست میباشه. اونم اونجا جای میته، کل چیزش هر چقدر که جای داد کلش از خودش میشه، یا که پیسهش از خود مستر بیست میگیره دیگه. اونم قدر از فروشگاه از نفر پیسهش میته، میگه بیادر این پیسهش میتون پس در جایش بان پیسهش پد به خود می نفر میته دیگه. ببینیم چقدر میتونی جای بده. این دفعه سوم است که در دکان یک سوپرمارکت بالکل خالی میکنه این نفرایی که در مسابقه شرکت میکنه. اوه این خانم پیر چی میکنه؟ میگه موتر مونده اونجا. حتی تایرش هم نباید بخوره، زیر تایرش یگان چیزا موندن که تیر شوه. اوه کامارو از چی هستی؟ اولی موتر آمد داخل مثلث. به نظرتون چند منده اینجا جای میده؟ این میتسوبیشی است؟ اوه حوصله. دو بایی موتر هم در مثلث آورد. اوه فورد. این دیگه چی از کرولا است؟
Yeah, it does look All good. right, back wheels. 4 موتر در مسلط جای داد. You good? Good. You're good. No, you're good. You're This is good. terrifying. Now you're good. You're good. You're good. You're good. One more time. No, you're good. She's got close to $100,000. اوه 97,000 دلار This is تا بالا serious. گرفت اگه موتر. If you make her lose, you're gonna see a grown woman cry. And I think you're gonna completely on Nolan. Why me? She just picked her next car, and it's one of the biggest ones. این on موتر the از lot. کشک کلانتر است به This one خدا. looks easy, but if نه you mess از up, فورک کلانتر نیست دیگه. Okay, let's do this. hey, don't worry, you got this, okay? استرس نتنش. You good? You Holy good? cow. You're good. Woo! Now it's just the back فقط wheels. تایرهای Just the پشت back سر wheels. مونده آهسته آهسته. Coming. Let's go. اوه جای داد 5 موتر داخل مسلط بیشک تکه سن سالت 100,000 دلار برده. No, no, I'm calm. Congratulations! Thank you. What are you gonna do with 5 cars? I get any car I want. Every single all 5 of these cars are yours. Wait a minute. I don't understand how. والله فهم سایکو در اینجا در او گفته که تو 5 ماشین برنده شدی. بازی چی میگه؟ این خانم میگه که من میتونم از این 5 موتر یکش انتخاب کنم. نه میگه تو 5 موتر بردی. ببینن این خانم در این لحظه خیلی شوکه میشه فکر میکنه 5 موتر برده هیچ باورش نمیشه. Out, but she didn't realize she was getting all 5 هیچ cars. فکر For whatever نمیکرد. reason, she thought she was only getting 1, even though she put 5 in the اونم میگه پس هیچ فکرش نمیکرد که triangle. 5 موتر ببره هر یعنی از 5 تا که دنیا جای بهتر 5 ببره این فکر میکنه از 5 تا جای بهتر یک موتر میتونه ببره به این حال است که بسیار بهت زده شده اصلا حیران مونده دیگه شاید گریان بکنه دیگه Moments like this are کار exactly زناست. why I love giving away stuff. Just watching فکر these کنید footage باورش back نمیشه میگه warms ما my 5 heart. موتر بردیم What am I doing? گریه کرد بیچاره بخی ذوق زده شده میگه من که 5 موتر چی کنم یک دونشون بر من کافی است و مستر بیس آدم خیلی خیری است و خودشم در این ویدیوی خود گفته اینمی لحظه ها را من دوست دارم که اشک شوق مردم میبینم که برنده میشن واقعا از خوشحالی گریه میکنن و خودشون چندین بار این ویدیوها رو میبینه و هم خنده میکنه هم گریه میکنه بیشترین هدف چنمی است که به مردم خدمت کنه و اما اشک شوق مردم رو ببینه خوشحالی مردم رو ببینه خداوند خیرش بده میریم به ادامه ویدیو چالی منتظر From thousands of feet in the air, بعدی they landed چیکار this میخوان red بکنن triangle. فکر میکنن در این مثلث باید فرود بیان 20,000 دلار And because I بهشون know میده Tariq is afraid of heights, I offered him $20,000 to go up there and skydive as well. Face those fears, Tariq. Unless you hate him. Okay, let's do it. Let's go. Don't worry, Tariq. I'll always remember you by this. این تاریخ کامرمنش هستک میگه اگر بسیار ترسندوک است میگه اگر این رو بطوری که خودت که فراشوت پایین پرتی 20,000 دلار دیگه اضافه برات میتوم اینجا صحنه را خنده‌دار کرده با مزه کرده که او کامرمنشم رفت دیگه ببینیم با کازی چی میکنه How high are we? 10,000 feet. Oh my God. اگه بار کدومش بپری باید بپری تاریخ کل نیده بوده بی رقم این تاریخ کس همیشه کلاه در سرش چیزه کلاه سرخ میمونه فیلمبردار هستک و برای اولین بار است که مثلا ما دیدیم که کلاه در سرش نیست و نفرم میگه چی که از او کل بپری چی که ما بپری هر رقم بپری تو رو مندازه 20,000 دلار رو باید بگیریم ما خب میرم دوستان عزیز به ادامه گیم ارتفاع رو مشخص کردن دیگه انداختن خدا There's that triangle. I'm gonna hit it, man. We're gonna get that money. Apparently, they just jumped out of the plane, so we should probably. Yeah, we should move. We should get out of the way. Yeah, we should get out of the way. گوشه شاید مثلث گوشه کنن All right, he's coming in. He's coming in. اوه این دم بین آمد ولی از خط تیر شد Just didn't put the brakes on Okay, enough, wait. Play the man. footage back. یعنی منظورش چیست که در اونجا پاش You بخوره landed in the triangle. Here, go back over there. And as far as I can tell, he never left. این طارق آمد یا مستقیم در مثلث رفتن به خدا 40,000 دلار بردن Feel, baby. You made me feel great. He landed in the triangle and won 20 grand. And because you jumped, he just won 40. خاطر که طارق هم انداخته پیسه سوسه از علف خرس ده گفته ایرانیو چی هست همون تو دادم میره طارق که خودت کامرمن ما رو که خودت پایین پرتو بیادر ما 20,000 دیگه بر زیاد میتم I don't even know. All right, well, while he figures that out, let's go check on Darren. According to the cashier, so far you've spent 25,000. تو بالا 25,000 دلار تا اینجا This بوده giant triangle, I know, I and know, all I you know. spend is 25 grand? Can I use pallets? Yes. Get some pallets,
Put him in this triangle. I'm gonna give away more. در زیر تکه سیاه یک مثلث مونده و این میگه که بتونی هر چقدر که در سر از روی جای بیتی اونمو اندازه مثل دگاه رو برات پیسه میتم. اگه چپه شو در خط خود خلاص هستی. حالی خو یک چالش برش مونده که ببین مثلث در زیر در کجای از این چیز هست زیر از این تکه هست. And whatever you can fit in that triangle, I'll pay for. It's a big black tarp though. This is a big black tarp. There's no key indicators here. Anyways, grab whatever you can. Those are like $2,000. That's why $400. چقدر پول داره اصلا یک کرمیچا $5,000 $2,000 Confident. Whatever triangle is over here. These are fitting in them? No, I'm not. Baseball bat? We could probably stack it on the side, right? If I think it's not gonna fit, I could put it on the side. Whatever you put here, you have to put it in the triangle. If it doesn't این کرمیچا رو فکر میکنم پس میته پیسه چه میگیره اون رقم گپ است. Check the baseball bat. Do I have to say it? Wait, so you're putting these shoes back? If you're sure, here you go. I'm not sure. Then I think it's time we show them the triangle. You've been حالا میخوایم مثلث نشان بدن. cool. We're supposed to look at my triangle. Oh yeah, we're supposed to reveal this. Pull it off. اوه او Man, that's یک easy. کارتن مونده بود. Easy. Sorry, this یک کارتن پیزا مونده بود که از رد گم کنی I کنه. totally didn't put it there to throw them off so you wouldn't spend as much money because there's like $1 million in the store. There's no key indicators here. I'm still gonna go with the game plan, even though it's unnecessary at this point. ایوان باید با نقشه پیش بره توجه کنه از چاقه کم است. That legit scared me. Like, Oh my gosh! It can't touch Can't touch the tape. Your finger was blocking it. You're welcome. I could have kept my bat. That was the one thing that I really felt bad about. Okay. Congratulations. Woo. You made it all fit. What do you have? $15,000 دو سه تا بوت 4-5 تا بوت یک بایک For the tips put it in the bag, it was definitely needed to fit in the triangle. Yeah. داخل بایک پشتی رو پر And now کرده. it's your guys' turn. Chris, I need you to go hide, far away. Anything you fit in this triangle, Chris will pay for. But when you finish, we're gonna remove it all. اینجا یک چالش برش مونده بین دو تا کارمندش. اگه کریس هست میگه بچه‌م تو برو پوت شو در داخل از این مثلث که هر چی هم کار جای بده اونم موقع پیسه شما میتم. باز او کریس یک دونه مثلث داره و این دوست دیگهش باید هر چی که در اونجا جای داد دیگه پیسه شه میته. یعنی به این دو نفر چالش به کارمندای خودم مونده. And anything Chris fits in this triangle, you'll have to pay for. Do you think Chris is gonna go easy on you? He'll go easy. I'm running his up though. نه مثلا که گفته که باید هر چیزی که کریس در او مثلث میمونه تو باید پیسه شه بتی و هر چیزی که تو در این مثلث میمونی باید کریس پیسه شه بده. یعنی پیسه شه یا چه رقم است. بالاخره یک چالش برشان مانده گالو ببینن. $600 یک کرمیچ. Why is this a thing? This is چی از supreme پروتئین است چی هستی؟ You're gonna make Chris pay for this? غلط میگه. Making him pay for this. You're thinking of the children. It's for you though. Oh, I get to keep this? Yes. Oh. But Chris gets to do the same thing. Oh. You didn't even get تالی به حق نفایده باید پیسای کل از یاره بده. That's so much money. He's gonna hate me. Wow, you went easy on Chris. I was joking. Chris is literally gonna hate you. Chris is gonna be mad. Big mad. What's the total? $6,574. 6,000 تقریبا Chris is 600. gonna screw you over. Get out of here. Chris! Chandler filled this triangle with stuff that you have to pay for, which we hid. And now we're gonna have you do the same thing for Chandler. How much? تو ازار فایده گفت هر چیزی که در اون مثلث و همکارت مونده تو باید پیسه شه بیتی و هر چیزی هم که تو در این مثلث بانی باید او پیسه شه بده. یا نمیفهمیدن یارو سورپرایز. Did he spend? How much do you think he spent? Like $4,000. او فکر میکنه $4,000 جنس گرفته. Is that Okay. You're not gonna get anything out of it. is that a big or a small number? We're not giving you hints. Is that a big one? We're برو saying تیز شده که بچه. grab stuff and put it in that Grab whatever triangle. you want. I literally set this aside before. دوست داشت $5,000. But now Chandler. میگه چندر میخره خشت You should get this brick that costs خشی میکنه اینجا $100 یه خشت Just cost خشت لاکچری این دیگه چه رقم هسته $100 یه خشت بخر در سر میزت باند در سر تاقچیت بند در کجا بند یه چجوری رقم هسته نمیفهم به خدا him $100. این میگه باش رم کو شاید او همکار چندل یک دونه کرمیچ گرفته باشه $100 اگه تو بخوای قدر پول کنی خود نفسشو میکشی باز این میفهمه نه او چوتاته از دیگه پاس You guys ready? Okay. All right. And what is the total of everything he این grabbed? چقدر شد؟ $4,558. Oops, I broke the $2,000 از او کده کمتر Friendship limit. Sorry, Chandler. Chandler is standing in front of what he got, and Chris is standing in front of what he got. Gentlemen, take off the blindfolds. Hey, it's pretty even. حالا چشماندار رو ور میداره که ببینه هر کدامش چقدر خرید کرد هر کدام که خرید کرده باید پیسهش طرف مقابل بده ببینه چه عکس العمل نشان میدن Hey,
You ever try to stay میگه in the یک اندازه است. Oh my god! No! سر پشتشم دیده پشتشم جنس مانده. Other side! Chris, you have to pay out $6,500 worth of stuff. 6500 باید بته. ای باید $4500 برای بته. Friendship limit's 4,000! کریس نقص کرد. 500, you owe 4,500. Hug it out. And while you guys are paying for stuff, 6001 6901 This is Heather. 4901. She works at a children's hospital. Whatever you can fit in here, I'll pay for so we can donate. Toys. Toys. I don't know why we're chanting. Toys. این دختر که هست فکر میکنم در چیز از گفته ده کودکستان نرس هست فکر میکنم بی کلش هم سامان بازی جمع کرده رئیس. We also brought some PlayStation 5s for the children. I think we میشه call it here. پلی استیشن به خاطر اطفال کلش بر از واقع بره. We checked out, loaded up the U-Haul, and drove everything to a local children's hospital. The children and staff there were so excited. و خیلی جالبه است قدر که گفته بود دیده اونجا جای بته به خودش نده کلا دارن یاره چون بنیاد خیریه داره ایره به شفاخانه اطفال به اطفالی که اونجا اساطیری میکنن با اینا برشان داده که ساتشان تیشه خدا خیرش بده. Carl, do you remember in GameStop where you did یعنی با اطفال بود کمک کرد برشان یاره. Because of that, he lost the GameStop. I think you know where we're going with this. I put a whiteboard on میگه در اونجا که در فروشگاه که لگه دادی اونجا نفر باختک حالی در خانه تو آمدیم در روی وایت بورد یک دونه خط سرخ کشیدک منپلی واره و میگه که هر چی از خانه از یان دیوارت بگیری در اونجا بانی از تو هست خلاص. شاید پیسش سرویس بده ببینیم در آخر چی میشه. This is nerve-wracking, actually. Jimmy, can you catch this power glove? او PS5 داشتم گرفت. That's a mini fridge. It's my monster fridge. All right, hopefully nothing falls. Wait. Slow and steady. Yep. I can't believe that worked. Is that Totoro? Oh, he's so اوه تلویزیونشم Game گرفت. consoles and laid a TV on it. They're serious. Robbing Carl. Robbing Carl. All right, take your hands up. تلویزیون This is پلی استیشن all کلش done. گرفتن. Two PlayStation 5s. Yeah, I think we'll call it here. اوه Congratulations on all the دوزی stuff. از کارل And میکنه نامش Carl, کارل است. Everything he took, I'm gonna buy you a replica. Oh, So right, he let's didn't go. actually take anything. I'm gonna buy replicas for Carl next week. All right, Gareth. قوانش ازایی که نه آخر مستر بیس گفت هر چیزی کسی گرفتن و پس برات میخرم. So don't even know anymore. تو این نفرک چی کرده کل فروشگاه رو آورده اینجا. Close to matching your generosity. 12 ساعت از زحمت میکشه کلی جنسا رو در این مثلث مانه میبینین. اوه Managed to put a lot of food in this triangle. touches those دیگه مثلث رو triangles. دگه ساختمان میپیچن دیگه کل ساختمان هم میگرفت یک روی. ببینیم چند شده. How much did Darren spend? $82,058. اوه 82,000 دلار گرفته از این فروشگاه خالی کرده. So much for staying up و for کلشون PlayStation. فکر میکنم به مردم کمک میکنه بنیاد خیریه داره. Because of the food we bought in this video, we're literally going to start servicing another community every 2 weeks. گفت کلش به خیریه میتونن که باز بعدا اگر وقت کرده میره براتون میمونم. خب دوستان عزیز امیدوارم که تا این لحظه که با ما بودین لذت برده باشین از این برنامه. واقعا مستر بیست شخصیت خیلی خوبی داره. ببینن به مردم پول خرج میکنه چالش میده حال دل مردم خوش میکنه روحیه مردم خوش میکنه مثل از اینکه امیال مردم ما به نهایت نیاز دارن که یک نفری مثل مستر بیست روحیهشان خوش کنه خوشحالشان کنه. پس ما راه دوری نره ما هر کدام میتونیم از کسانی که اطرافیان ما هستن اونها رو خوش کنیم. به اندازه مستر بیست شاید نتونیم برایشون کمک بکنیم. این بالاخره از چنل یوتیوب خود خیلی درآمد داره و بیشترین درآمد خود بیشتر به نیازمندان کمک میکنه به این مردمی که نیاز دارن. سعی کو به یک نفر موتر داد به یک نفر نیم فروشگاه رو داد یعنی اینا کلش اونا رو پس میته پیسه میگیرن یعنی به یک نوعی براشون کمک میکنه. خب خداوند خیرش بده. امیدوارم که از این کرکترها این رقم آدم‌ها خود ما و شما هم شویم که خداوند توفیق بده اطرافیانی که دستشون میرسه این کار انجام بدن. این هم یک نوعی کمک به بشر است. خود دوستان عزیز امیدوارم که تا این لحظه که با ما بودین از این ویدیو لذت برده باشین. برای دیدن ویدیوهای زیادتر لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین. کسایی که از فیسبوک ببینن یک فالو کنن و مرا حمایت کنین. من نیاز دارم به حمایت شما و یک کامنت هم انگلیسی هر چی که دوست داشتین دوست عزیز در اینجا بانین و تا برنامه بعدی و ریاکت های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.